بعد از گذشت یه سال فنا همچنان بیخیال نشدن و خیلی دوست دارن که آرتا و ربکا به همدیگه برگردن. معلوم نیست که این بازی تا که ادامه داره. تو این ویدیو با چند تا مدرک ثابت میکنم که این رابطه واسه همیشه تموم شده. پس اگه میخوای سیر تا پیاز رابطه آرتا و ربکا رو بدونی، تا آخر این ویدیو رو تماشا کن. ربکا قادری مدل 25 ساله موفق ایرانیه که در حال حاضر تو ترکیه ساکنه و دوست دختر سابق آرتا میرحسینی رپر موفق ایرانیه که رابطه عاشقانه خوبی هم با هم داشتن و زبان زد عام و خاص بودن. ولی رابطه اونا هم مثل اکثر رابطه‌های امروزی یه جایی کات شد و دیگه ادامه پیدا نکرد. ربکا تو ایران دیپلم گرافیک گرفت و بعد از مهاجرت تو استانبول رشته طراحی لباس و پارچه رو ادامه داد و تو مصاحبه‌هاش هم به صراحت میگه که از بچگی به کار طراحی و مدلینگ علاقه داشته. اون میگه که از لحاظ مالی اوکیه و درآمدی که از مدلینگ داره کفاف زندگیشو میده، ولی اون دختری نیست که بیکار بمونه و همیشه رویاهاشو دنبال میکنه. واسه همینم برند لباس خودش به اسم RG کالکشن رو تأسیس کرد. جالبه بدونید ربکا قبل از مهاجرت تو سینمای ایران و تو فیلم رحمان 1400 هم بازی کرده و تو چند تا سکانس اون ایفای نقش کرده بود. آرتا هم 2 سال از ربکا بزرگتره و متولد 11 مهر 1375. از بچگی هم به موسیقی علاقه داشتش. آرتا و ربکا جزو سرشناس‌ترین زوج‌ها تو سلبریتی‌های اینستاگرام بودن. حدود 1 سال پیش بود که این 2 نفر بعد از 5 سال رابطه با هم دیگه از هم جدا شدن. آرتا بعد از کات کردن به کانادا مهاجرت کرد، ولی ربکا همچنان تو ترکیه موند و جایی نرفت. به گفته ربکا آرتا با دختری به اسم هانیه به اون خیانت کرد. حتی تا مدت‌ها بعد از کات کردن هم حرفی در این مورد نزده بودن. ولی فنا انقدر ربکا و هانیه رو با هم مقایسه کردن، ربکا مجبور شد که یه ریاکشنی از خودش نشون بده. اون تو کانال تلگرامش موزیک ویدیوی دیسترک شکیرا، رپر معروف آمریکایی، به اکس خودش آقای پیکر رو پست کرد که تو اون شکیرا میگه تو ساعت رولکس رو با کاسیو عوض کردی و تو ادامهش هم ربکا میگه که تو فراری رو با پراید عوض کردی. بعد از این پست آرتا از سمت فنا خیلی تحت فشار بود. اومد گفت دلیلی نمیبینم به شما چیزی رو توضیح بدم. زندگی شخصی هر کسی به خودش مربوطه. به وقتش میام یه توضیح مختصری میدم بهتون. ربکا تو جواب این استوری آرتا گفت کاش یه روز بفهمید شما با حرفاتون نمیتونید واقعیتی رو انکار کنید که آدما با چشماشون دیدن، با عقلشون باور کردن. عمل شما مهمتر از حرفاتونه. اگه تا اینجای کار از ویدیو خوشت اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی. آرتا تو حرکت بعدی آلبوم سونامی رو داد بیرون. آلبومی که 7-8 تا آهنگش سینگل اومده بود و بقیه‌اش هم تو آلبوم به طور کامل ریلیز شد. آرتا تو این آلبوم یه دیسلاگ عاشقانه خوند که مخاطبش قطعاً ربکا بود. به خاطر قانون کپی رایت نمیتونم آهنگو اینجا اد کنم. میتونید سرچ کنید و آهنگو گوش کنید. بعد از این آلبوم فنای ربکا ریختن توی پیج آرتا، گفتن که آهنگت خیلی چرت بود. خیلی هم میگن که آرتا هنوز ربکا رو فراموش نکرده و کسی نتونسته جای خالی اونو براش پر کنه. انصافا منم باشم نمیتونم فراموشش کنم، چون ربکا کیس فوق‌العاده‌ایه و دخترای کمی تو لول اونن. به نظرتون آرتا تونسته ربکا رو فراموش کنه یا نه؟ حتما تو کامنت ها نظرتون رو بهم بگید. بعد از چند تا آهنگی که تو این آلبوم آرتا در مورد ربکا خوند، فن پیجا دست به کار شدن تا تعطوی این قضیه رو در بیارن که آقا مگه رابطه شما تمام نشده؟ چرا پس میای در مورد این خانم صحبت میکنی؟ خلاصه فن پیجا میفهمن که ربکا هنوز مادر آرتا رو فالو داره و رفتن سمت اون و یه شات از چت مادر آرتا با یکی از فنها پابلیک شده که محتواش این بود. هنوزم امیدی هست که برگردن، چرا که نه. میدونم چیز شخصیه، ولی میدونین که ما فنها خیلی آرتا و ربکا رو دوست داریم. ولی این روزا خیلی شایعه زیاد شده، نمیشه شما یه کاری کنین که دوباره برگردن. حتما تمام سعیمون تا جایی که به حریم خصوصیشون لطمه نزنه. ما با مامان ربکام حرف زدیم، گفته که ربکا یکم حالش اوکی نیست ولی برمیگردن، امیدوارم. ربکا بعد از آهنگ دد اینساید آرتا اون از بلاکی در میاره، ولی وقتی فنا این قضیه رو میفهمن دوباره اونو بلاک میکنه. اما قضیه اینجا تمام نمیشه و ادامه داره. ربکا یه مصاحبه با PDC کرد که تو اون یه حرفایی در مورد آرتا زد و PDC هم از لفظ دده استفاده میکرد.
که میگفت بدش میاد، ولی ربکا تو جواب اون گفت که تو بدت میاد، آرتا خوشش میاد و این تیکه از مصاحبه خیلی وایرال شده. ادای منو درار. به آرتا چی میگم بگو؟ این چی میگه اومد اینجا؟ نه یه دونه دیگه هم میگم، یه چیز دیگه هم میگم. که میکنه من میرم تو دیوار. تو میری تو دیوار ولی آرتا خوشش. PDC کار اصلیش موزیک نیست، ولی قبلا چند تا فیوچرینگ قوی داشته که وایرال شده. مهمترین اونا هم آهنگ بوم سرده تیک تاک بود که تهیه کننده اون آهنگ بوده. سرده کاپشنم کو حتی یه پلی برم باشه ممنون. بعد از این مصاحبه ربکا اومد گفت که میخواد چند روزی بره دبی و استراحت کنه. این خبر دقیقاً زمانی بود که آرتا تو دبی بود و این قضیه احتمال آشتی آرتا و ربکا رو زیاد کرد. یاسی رفیق ربکا یه استوری از یه استخ گذاشت، رفیق آرتا هم یه استوری مثل اون گذاشت. این دوتا عکس خیلی به هم دیگه شبیه بودن و احتمال برگشت آرتا و ربکا به هم دیگه رو بیشتر از پیش کرد. البته اینجا یه نکته بگم که ممکنه این کارهای این دو نفر برای ویو گرفتن هم باشه، چون چیز عجیبی نیست و تو همه جای دنیا این مدل پنهونکاری و خال زنک بازی رواج داره. PDC هم با ربکا اوکی بود و با برابکس وانتونز هم رفیق بود و حتی همکاری‌های هم با هم دیگه داشتن قبلا. بعد از این قضیه خیلی ها اومدن گفتن که PDC رابطه ربکا و آرتا رو به هم دیگه دوباره جوش شده و فنا حسابی خوشحال شدن. فنای ربکا بهش پیام دادن که قراره برگردی به آرتا یا نه. ربکا هم گفت که توطئه‌ای در کار نیست و قرار نیست اتفاقی بیفته. اما آرتا ریاکشن متفاوتی به این قضیه داشت. دقیقاً بعد از این حرف ربکا یه استوری گذاشت و کپشن زد تو هم الکی هم شده بگو منو میخوای. خب چیزی که مشخصه اینه که آرتا بعدش نمیاد که دوباره ربکا رو داشته باشه. به نظر من که دیگه این رابطه تمام شده است و قرار نیست این دو نفر به هم دیگه برگردن. شما هم اگه نظری دارید تو کامنت ها بهم بگید. بعد از همه این اتفاقات حدود یه ماه پیش بود که ربکا و پوتک یه ویدیو با هم دیگه رفتن که تو اون ویدیو پوتک تیکه‌های غیر مستقیمی به وانتونز انداخت و یه جورایی به حواشی برگشت ربکا و آرتا به هم دیگه پایان داد. در مورد این ویدیو پوتک و ربکا هم توضیح دادم، لینکشو داخل دیسکریپشن نوشتم، همچنین بالای صفحه هم لینکش هست، میتونید کلیک کنید روشو ببینید. توی یه ماه اخیر هم خبر جدیدی از این دو نفر بیرون نیومده که بخواد حاشیه جدیدی ایجاد کنه. این ویدیو تمام شد و امیدوارم که دوستش داشته باشید. تا ویدیو بعدی مراقب نگاه زیباتون باشید.